یکیشون میگه آره بهمن پرورش الان توی زندانه، نمیدونم فلانه. بعد من همین 10 دقیقه پیش داشتم با بهمن پرورش صحبت میکنم، با داداشم همین الان لایف کوی تاقبستان بود. بعد اتفاقا گفتم براتون ویدیوش هم پخش بکنم، بذارید ببینید فعلا. آره امروز 26 آذر کوی تاقبستان هستیم. خب بذار فیلم چیز عکس بگیرید، همین بگید بابا یه فیلم بگیرید دیگه، چه کاریه؟ آقا همین امروز 26 آذر کوه تاقوستان هستیم، یه هوای بارانی و مطبوع، جای دوستان خالیه. آره بچه اون آقایی که اون برش میبینید داداشمه، محمد هم نشون بده. این نه بغلیش، اونی که موبایل دستشه. اینم داداشم. بچه داداشمو بذارید بیارم با بهمن پرورشه. بهمن پرورش نمیدونم کدومتون میشناسید یا نمیشناسید. سلام. سلام. آقای پرورش چطوری؟ مخلصم. خوبی الحمدلله، خوش میگذره. آقا ما شنیدیم گفتن شما رو چه شایعاتی پشت سر من. ببین یه کامنت همین الان برات میخونم، نوشته بله. بازداشت شده چند روز پیش توسط سپاه. اینجا بازداشت شد الان. بعد بازجوییش کردن، آزادش کردن، تهدیدش کردن که اگه به کسی لو بده که توسط سپاه بازداشت شده خودش و خانواده‌شو میکشن. خب میکشن. یه چیزایی نوشتن. آره میشه ازش یه مستند ساخت. آره به خدا. حالا چیزی آقا گرفتن حالا واقعا آقای فردینی کفش خودش نیست، یک کلاق هزار کلاق. نه الان میگفتن که چیز بدلش، یکی میگفت نه شبیه صداشش، شبیه سازی و اینا. بعد نوشتن که میگم من صدامم. مثلا اون کسایی که آقا پرورش نمیشناسن بهش میگن جادوگر آب‌های ایران. چند نفر رو از توی آب نجات دادی؟ 102 نفر رو زنده نجات دادم، 845 تا غریق در آوردم. یعنی کسایی که تو آب غرق شدن مردن درشون آوردی از تو آب. آره از 120 شهر ایران. سلام علیکم. آقای پرورش رکورددار در آوردن غریق از توی آب. اینا طرفدارای آقای پرورش همه واقعا باعث افتخاره. خیلی هم حسود داره توی بچهای هیئتش. و توی دهن همشان تا اونجا که تونستم زدم. گفتم حسادت نکنید. من خدمت کردم، 20 سال دارم خدمت میکنم، از جان میگذرم، از هستیم گذاشتم، از زندگیم گذاشتم، از عمرم گذاشتم، از جوانیم گذاشتم. 20 سال به مردم ایران خدمت کردم. درسته. بعد خبر رو زدن از اون آگاهی شایعات رقم میزنن بدون دستمزد. بدون دستمزد. ترک چشم همش. بعد خبری که برای من اومده اینه که جسد زندانیان سیاسی قوطه‌ور در کف سد کرج در پی خبری مبنی بر غرق شدن جوانی در سد کرج و تقاضای خانواده جوان از بهمن پرورش، غواص مشهور کرمانشاهی معروف به جادوگر آب‌ها که جلوی من می‌بینید، برای بیرون آوردن جسد فرزندان دلبندشان از آب سد کرج، بهمن پرورش اقدام به این عمل انسانی میکنه. قبل از این تقاضا از پرورش غواصان دیگه هم این عمل انجام دادن. مضمونش این بوده که خیلی طولانیه که اونها زندانیای سیاسی توی سد، بعد شما رفتی از تو سد درشون آوردی، بعد سپاه شما رو گرفته برده، گفته چون اینا رو در آوردی خشتک تو پرچم میگم فیلمای هندی هم اینجوری نیست. خدا شده. ولی خب انشالله همیشه تنت سلامت باشه. نه این خدا مردم واقعا تو فضای مجازی اخلاقیات رعایت نمی‌کنن. همینجوری بدونی که یک خبری صحت داشته باشه، واقعیت داشته باشه، دامن بهش میزنن و با آبرو و با حیثیت مردم بازی میکنن. واقعا به دور از ما ایرانی‌ها، از اخلاق ما ایرانی‌هاست که ادعای تمدن و فرهنگ غنی و ایشته داریم زشته در شهر مردم. کردت دردت بانچو شیتم بکو باید دیگه که ما بریم تو لاین کردی. انشالله همیشه تنت سلامت باشه و پر از اتفاقات خوب باشین. اتفاقات عجیب و غریب هم برات رقم نخوره. حالا اون کسی که آقای پرورش نمیشناسن بگم که آقای پرورش علاوه بر اینکه آدم از تو آب در آورده، چیزای دیگه هم در آوردی. چی در آوردی از تو؟
خیلی زیاد ماشینای غرق شده، ماشینایی که سقوط کردن تو آب، 2 تا بالگرد که سقوط کردن در اثر سانحه هوایی بوده. خیلی زیاد خیلی زیاد. حالا اون کسایی که حالا پرورشی نمیشناسن من براشون مستندشو میذارم، بعد ببینید جالبه. حالا بذار اینا اگه پیدا هم کردم برای مردم میذارم ببینن بعد از اینکه البته این مال 7 سال پیش بوده، آمار خیلی بالاتر رفته. آره آخرین بار فکر کنم 6 7 سال پیش ما با هم مصاحبه کردیم، یادته؟ آره این مال 7 سال پیش بوده این مصاحبه. یادش بخیر. ان شاءالله همیشه تنت سلامت باشه. خب یه ویدیو من از آقای پرورش نشونتون بدم که ببینید حالا تا اینجا که اومدید ببینید که اصلا آقای پرورش کیه، با حال کاری که کرده. ها برید بذار من باید کامپیوترمو تنظیم کنم. ببینید آقای پرورش تا برسیم به اینجا از کوچه های بسیاری گذشتیم، از فرهنگیان گذشتیم، از کارمندان گذشتیم. من پرورش میشناسیم؟ عباس اشرف از درمانه 8 سال بزرگ بود و از اهالی امروز بود. بهمن پرورش رو میشناسیم؟ عباس مردن هر کجا که گروه های نجات به چراغ قرمز میخوردند موبایلش در اینجا به صدا در میامد. فکر کنم اینجا باشه خونه پرورش. از کی قواسی شروع کردی؟ 13 سال قواسی مونم، قواسی در بعد تجسس و امدادرسانی در سراسر ایران. اینجا هر روز به هم میخوره، چون که هر روز تو امدادم تا وسیله جمع میکنم تمام اینجا به هم میخوره. قواس اولا کسایی که مثلا تو دریا آبی غرق میشن میرن میبرشن بدون هیچ هزینه. 95% عملیاتیم زمستان و بهار بود. حالا بعضی فکر کنن قرشوری فقط خاص تابستانه. توی 6 ماه 100 شبانه روز امدادرسانی امسال داشتیم. 50 شهر و شهرستان ایران امدادرسانی کردن. 3 تا جنازه رو خود آقای پرورش در آوردن از داخل چاه. سیستان بلوچستان چی؟ سیستان بلوچستان توی چاه عمیق بود. چاه مخزنی بود. قضیه گل آدمخوار چی بود؟ تو گلستان یه عملیات انجام دادی حسابی تو گلستان پیچید این قضیه. یک گرداب مخوف بود تاریک، گرداب مخوف تاریک پر از درختان افرا و توسکا. گرداب منحصر به فرده، اصلا یه چیزی تو ایران نیست. وسعتش کمه ولی عمقش خیلی زیاده، 60 متر 70 متر. خدا کمک کرد بعد از 5 شبانه روز نوایتر ابتکاری غریق پیدا کنه. اون دریاچه مازندران، دریا پلاژ حسینی غرق شده بودن. به غیر از آدم چیز دیگه هم واسه شینا ماشین در آوردی، کامیون، چه سالیان دو بالگرد، یه بالگرد کبرا و قطعات هلیکوپتر 206 در اصفهان، کامیونت تریلی خاور. بهمن پرورش گلایه‌هایی هم داشت ولی این گلایه‌ها مالی نبود. گلایه‌ام خیلی زیاده. بعد از 13 سال زحمت و تلاش الان متاسفانه یگانه امدادی کپسول قواسی منم پر نمی‌کنه. 21 بار تا حد مرگ رفتم. خیر کارمند رسمی جایی هست؟ هیچ جا نه. دوست داری باشی؟ محدود میشم. دیگه نمیتونم شهر ایران برم کاملا امدادرسان هستم. این چه کاری هم میکنه الان؟ من چیکار؟ اشاعه فرهنگ فتوت و جوانمردی، اشاعه فرهنگ ایثار، از خود گذاشتن. اشاعه فرهنگ میتونی رایگان کار بکنی؟ تا زمانی که توان دارم. 86 نفر مستند زنده نجات از مرگ حتمی. پشت دکل گیر هم صخره که آقای پرورش آمد منو نجات داد. یعنی بعد از اوقات ثانیه به ثانیه برای من امید زندگیه. من طی سالیان بیش از 12,000 ساعت عملیات دادم. لحظه‌ای که آقای پرورش منو نجات داد به این فکر کردم، گفتم اگر منم غرق می‌شدم تکلیف 3 تا بچه دیگرم چی می‌شد؟ آمار یافتن غریقم اغراق نباشه تو دنیا شاید دست نباشه. به زور تونستم که تناب به پاش ببندم. اثر گشتید؟ من حدود 2 ساعت گشتم. آب خیلی فشارش زیاده. برای امدادرسانی پول هم داره. 1-2 بار بهم پول هدیه کردن به امور خیریه دادمش. چرا نمیگی؟ نگرفتم. دوست داشتم خدمت بکنم به مردم. بهمن پرورش با این همه خدمت رسانی چی داره؟ خدا. منبع درآمدت؟ این مغازه دارم کرایه دادم. ماهی 500-600 تومان. خانومت چی میگه؟ دیگه کنار آمده. اونم یه زن فداکار قول معروف کنار آمده. اینجوری جواب دادی؟ با ترس بود. ناراحت نمیشه؟ سال گذشته برای بهمن پرورش یک ویژگی هم داشت.
اون شهروند نمونه کشوری شد و شاید این تشویق کوچکی برای قهرمان نه پهلوان قصه ما. سال گذشته توسط نیروی نظامی شهروند برگزیده کشور شد. حرف آخرت. والا امیدوارم کسی تو دنیا غرق نشه، ولی مطمئنم یه روزی خودم تو آب میمونم. ناجی تشنگی خواب میگن که مو داشتیم. آره دیگه بدم پیر میشه دیگه، ماهاش میریزه، کرک و پرش میریزه. انقدر ما هم دیگه تو این چند وقت افشایی کنیم، برگامون، کرک و پرمون، همه چیمون ریخت. مرسی که با ما بودید، ممنون، متشکر. حالا لایو رو سیو میکنم، میتونید ببینید، تو یوتیوب هم میذارم، میتونید نگاه کنید و اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون بفرستید. ممنون از شما. فعلا.